خب روش بعدی روش اجرای ساختمان‌های بتون مسلح با عایق ماندگار ICF هست. یک نوع روش اجرای ساختمان هست، یعنی نازک‌کاری نیست یا سقف و دیوار و ستون نیست. اینجا دیگه کل ساختمان با این روش قالب بندی میشه و بتون ریزی میشه و اجرا میشه. یک روش مثل سازه فلزی، سازه فولادی هست، سازه بتونی هست. به این شکله که از یک سری قالب‌های پلی استایرن در دو طرف استفاده میشه و یک سری مش میلگردی داخل این شبکه و بتون ریزی انجام میشه که یک نوع عایق ماندگار هست در بتون، یعنی عایق برداشته نمیشه و عایق حرارتی و صوتی محسوب میشه. یه سری از این مواردی که خدمتتون عرض کردم من ماندگار و غیر ماندگار بودن. قالب وافل قالب‌هاش غیر ماندگاره، یعنی بعد از اینکه اجرا میشه قالب‌ها رو باز میکنیم، ولی کوبیاکس یا عایق ماندگار ICF در بتون باقی میمونه. قالب لغزنده که خدمتتون توضیح دادم جزو قالب‌های غیر ماندگاره، یعنی باز میشه. قالب تونلی غیر ماندگاره ولی یوبوت ماندگاره، در بتون باقی میمونه. ICF هم مثل اوناست، قالب‌ها در بتون ماندگار هست. خب این سیستم هم تقریبا در اروپا و سوئیس و آلمان در سال 1950 تا 60 ابداع شده و در یک سری از کشورهای اطراف مثل ترکیه و امارات متحده و بحرین اینا به صورت گسترده اجرا کرده و ایران هم یه تعدادی ساختمان با این روش اجرا شده است. خب سقف‌های این نوع سازه ها دقیقاً به چند روش میتونه اجرا بشه، با روش‌های خود ICF یا میتونه به روش سازه هایی که خدمتتون توضیح دادم انجام بشه. قالب‌هاش میتونه بلوکی، تخته‌ای یا پنلی باشه، یعنی ابعادش و به لحاظ کوچیک یا بزرگ بودن در کنار هم چیده میشه و یه سری شبکه‌های داخلش قرار میگیره و شبکه‌ها به این شکل هست که می‌بینید داخلش قرار میگیره و همه این تجهیزات داخل بتون قرار میگیره و خود دیوار یه نوع دیوار باربر و سازه‌ای محسوب میشه. پنل‌های سقفی هم وجود داره برای این کار و دیوارهای جدا کننده برای اجرای دیوارهای داخلی.